آقا سلام بچه چطوری؟ بچه ها درباره این موضوعی که وضع یوتیوب بده، درسته وضع یوتیوب بده، ولی ببینید من هیچ وقت نیومدم این در یوتیوب حرفی بزنم. من درست 16 تا سابسکرایبر دارم و یه بارم نمیدونم به روی یوتیوب بزنم که بعدش بده اینه ساب کنین اینا. نهایت کارم رو دیگه زیر ویدیو نوشته باشم ساب کنید، همین. تو کامنت نوشته باشم همین. حتی نظر هرچی باشه من مشکلی ندارم، چون من دارم دیلی کار میکنم، خانوادم میدونم. خواستم بهتون بگم وضع یوتیوب بده. بس اونایی که از خود بیننده ها شما انتظار دارن که برن یوتیوب پریمیوم بگیرن بیان ویدیو رو ببینن، رو نکنید. چرا اون باید یه کاری کنه که بیای تو پول در بیاری؟ این از این. دو اینکه ببینید من هنوز 20 سابم نرسیدم، ولی میگم که من نیومدم بگم که هیچ وقت من حساب کنیم. من ویدیو گذاشتم 1K خورده، 1 خورده، خیلی خوشحال شدم. یه ویدیو هم گذاشتم 100 تا 120 تا با اینکه ادیتش سر زحمت کشیدم، ولی هیچ اتفاقی نیفتاده. خیلی چیز عادیه، اینجا یوتیوبه و همینو میخواستم بهتون بگم. خیلی چیز عادیه. امیدوارم از ویدیو بعدی خوشتون بیاد. چیز خوبی در راه دارم. همین. خداحافظ.